چندین سال خود را در آموزش علم کلام یعنی الهیات شناسی نظریوی که معروفترین علم تفکری زمان بود صرف کرد. از بزرگترین دانشمندان وقت که در گوشه و کنار عالم اسلام بودند تعلیم گرفت که شماره آنها را تا به 4000 نفر روایت کرده اند. خلاص همه را آموخت و در نهایت بدین نتیجه رسید که عالم اسلام دیگر به این راهی که تا به این روز داشت پیشرفته نمیتواند. اکنون مسلمان تنها یک قوم عرب نیست که تا به امروز به واسطه گوش دادن پیشوایان اولیه اسلامی رعایت تعلیمات دینی میکردند. عهد پیغمبر و صحابه و تابعین گذشت. زمان نو، زمان دانشمندان و عالمان فرا رسید. زمانی که اکنون از عقل باید کار گرفت. یعنی زمان فرا رسید که هنوز پیغمبر اسلام گفته بود که بعد از من پیغمبر فرستاده نخواهد شد، میراثداران من عالمان خواهم بود. به گفته ایشان گوش دهید. و ابو حنیفه در صدر آنها قرار گرفت. ابو حنیفه اولین اساسگذار واقعی علم فقه شد. یعنی او پی برد که به واسطه علم کلام که نظریه اسلام است نمیتوان عملیه حیات جمعیتی مسلمانان را پیاده ساخت و از طریق صدها هزار حدیث های ساخته شده نیست امکان دریافت واقعیت عملی خیلی مشکل است. پس بران شد که از راه فقه به واسطه استفاده از قرآن و حدیث، دلیل های صحابه، اجماع علما و استفاده عقل و قیاس مسائل فقهی را حل کند. برای این کار او از حساب دانشمندان پرقوت که اساساً شاگردان او بودند محفل دائم عمل کننده علمی تأسیس داد که ایشان در دوام کمابیش از 30 سال توانستند یک مجموعه بزرگ قانونهای شرعی را ترتیب دهند. ولی متاسفانه پس از آن که ابو حنیفه به زندان افتاد و تحت عذاب و شکنجه و تحقیر خلیفه المنصور قرار گرفت، تقدیر این مجموعه بزرگ من بعد نامعلوم ماند. در این خصوص فکرهای مختلف موجودند که در این انجمن جای گفتنی آنها نیست البته. ولی این نکته را از نام علامه شبلی نعمانی میتوان گفت که موافق دلیل کتاب عقود الجمان تعداد مسائل ترتیب داده حضرت امام در حدود از 600 تا 1,290,000 مسئله است. ممکن است که این تعداد اخیره صحیح نباشد، اما هیچ جای شبهه نیست که تعداد آن از چند صد هزار مسئله کمتر نباشد. البته دانشمندان امروزی به اثبات رسانیده‌اند که او بیشتر از 500,000 مسئله فقهی را حل کرده است. او به واسطه این تعلیمات مذهبی 500,000 مسئله فقهی را حل کرده است. او به واسطه این تعلیمات مذهبی آورده خود کار عملی مسلمانان را خیلی آسان گردانید. مخصوصاً عدالت اجتماعی را که در سراسر قرآن تاکید شده است در مد اول حل تمام مسائل گذاشت و با این اثبات نمود که او یکی از بی‌نظیرترین قانونشناسان عالم است. تأثیر او در قانونشناسی متمدن جهان تا حدی است که حتی قانونشناسان اروپا در آخر عصر 19 به این خلاصه آمده بودند که قانونگذاری ابو حنیفه در زیر تأثیر قانونگذاری ریم قدیم است که در جوابشان علامه شبلی با دلیل‌ها ثابت نمود که تمام قانونگذاری او در اساس قرآن و سنت و دلیل‌های اسلامی است. برعکس باید تأکید نمود که تأثیر ابو حنیفه به اروپا است که خیلی روشن نمودار است. خلاص ما مقام فقهی او را با این سخن متفکر بزرگ عصرهای میانه ابن خلدون جنبست میکنیم که گفته است او را در فقه مقام است که کسی بدان نمیرسد. فقه او در میان 3 مذهب دیگر اهل سنت و جماعت تحمل پذیرترین مذهب شناخته شده است. به قول علامه شبلی در میان تمام مذهب‌های اسلامی نزدیکترین مذهب به تمدن عمومی بشری امروز مذهب امام اعظم است و هم سهل و آسانترین آنهاست که در راه اجرای احکام شرعی مسلمان را هیچ مشکلات پیش نمی آید. او تمام اهل قبله را مسلمان می شمرد و کسی را تکفیر نمی کرد یگان مذهب را. او حدیث مشهورترین ساخته شده را که همه ما از این آگاه داریم که گویا پیغمبر اسلام گفته باشد که بعد از سر من 73 فرقه مسلمان میاد و تنها یکی آن به بهشت میرود، دیگر همش به دوزخ، مطلقا بر این ضد بود. در نهایت در خصوص فتوای او به زبان فارسی
یعنی اجازه دادنش به این که مسلمانان می توانند به زبان فارسی هم احکام و عبادات شرعی را اجرا کنند. مختصراً میگوییم که اگرچه او این فتوا را به خاطر تحکیم بخشیدن اسلام در بین مردمان غیر عرب که فهمیدن زبان عربی برایشان مشکل بود داد، ولی عاقبت آن بیشتر به منفعت ملت تاجیک انجام یافت. اول اینکه آن برای پیروان مذهب حنفی زبان دوم دینی و زبان اول رابطه های بین مردمان تمام قسمت شرقی خلافت اسلام شد. دوم اینکه قوم های مختلف ایرانی تبار از قبیل سغدی ها، باختری ها، سکایی های مقیمی و کوچی، غوری ها، مازندرانی ها، فارس ها و امثال اینها که قریب هر کدام زبان و لهجه و خط جداگانه محلی خود را داشت، با واسطه این زبان عمومی در دین و مذهب یگانه متحد شدند که در این زمینه بعداً فولکلور، شعر و ادب عمومی و الفبای یگانه با وجود آمد که بدین واسطه این مردمان به هم از جهت زبانی، دینی و حتی عرف و عاداتی خیلی نزدیک و مانند شدند و بعد از حاکمیت سیاسی خودی را به دست آوردن در زمان طاهریان، صفاریان و مخصوصا زمان سامانیان که آخرین ها این مذهب را نیز مذهب حکمران دولتی اعلام داشتند، در نتیجه قوم بزرگ تاجیک به وجود آمد. تأثیر این فتوا بود که زبان فارسی در امتداد بیشتر از 1000 سال یکی از بزرگترین زبانهای علمی و بین المللی گشت. تمام دولت‌های ترک تباران آسیا از غزنویان گرفته تا سلجوقیان، قراخانیان، دولت‌های آق‌قویونلو، قره‌قویونلو، خوارزمشاهیان، ایمپریاهای بزرگ مغولی، هولاگوییان، چغتاییان، امپراتوری عظیم تیمور و تیموریان، دولت‌های مختلف مغول‌های بزرگ در قطعه هندوستان، ایمپریای عظیم ترکان عثمانی که قسمتی از مملکت‌های اروپای شرقی را نیز در اختیار داشتند، دولت‌های شیبانیان، منقیتیان، خلاص کل دولت‌های ترکیه که تا ابتدای قرن 20 در جهان موجود بودند، همه به خاطر احترام تعلیمات امام اعظم که کلاً پیرو تعلیمات او بودند، زبان فارسی را زبان یگانه دولتی خود، زبان علم و دین خود اعلام داشتند و همیشه از این لحاظ دربارهای خود را با دانشمندان تاجیک زیب و زینت می‌دادند، حسن و قبح شعر ادبی دری را نگاه می‌داشتند، بیشتری وقت سروزیران خود را از نمایندگان قوم تاجیک تعیین می‌کردند. آدمی را در روی صفت کردن، بالخصوص که اگر تعریف بوده باشد آداب خوب نیست، اما چه علاج که امام علی رحمان دیگر یک شخص واحد نیست، بلکه او رمز ملت است، صفت ملت است، رمز زیبایی و عقل و ذکاوت این ملت، احیاگری بزرگ آن، شکننده قالب‌ها و قفس‌های نامطلوب ملت کش. فقط این که فرزندان ارجمند این ملت کوهن باید در این جاده خیلی مشکل و گاه روح شکن در پهلویش باشند تا به دستیاری فکری و معنوی همدیگر این ملت فرهنگی زیبا را بار دیگر به اصل خود بپیوندند که جدایی از اصل سخت مشکل و نهایت مرگاور است. متشکرم. انشاءالله نه قدر وقتی زیادی مانده است آن مشکلاتی که به سر ملت تاجیک است برطرف شود. من دائما اشارت میکنم، شاید نه همه درک میکنند، آن مشکلات و پرابلم و فشارهای سیاسی و ابرقدرت‌ها و دیگر دولت‌داری همین است. همه غم و درد و همه مشکلات و دیگر را در وقت از جلسه سوگند یاد کرده بودم، هستیم را برایم بخشیدم. انشاءالله 2-3 سال پس ما از همه پیش از همه از مشکلاتی که امروز مردم دارد، از برق و از گاز از این چیز میبراییم. خواهند نخواهند ما نمیگذاریم که ملت تاجیک سرخم و سرکش باشد، نمیگذاریم.
همه وقت باز میگویم باید حسی ملی داشتن در وطن دوست داشتن در وطن پرست شکرانه از دولت و ملت کردن اما در کار که ما ملت وطن داریم دولت داریم در همه دور و زمان ها پرابلم ها بودن مشکل ها بودن دیگر باز میگم که ما مردمی بسیار مردمی فرهنگی هستیم ملتی فرهنگی هستیم ننگ ناموس داریم ما داریم جوان مردایی به ننگ ناموس مخصوصا جوان ها در خارجه بودم حتی صحبت میکنم حسی میلشان به همون درجه ای که جناب عالی ما سیاست شما را دستگیری میکنیم ما آمدیم که سواد گیریم معلومات گیریم کسب گیریم هنر گیریم رفته وطنمون را آباد کنیم و خودی در مروزه باز میگویم که اگر ما تا خود را احترام نکنیم دوست نداریم مهر بیگانه میگریزه کی با ما وای میکنیم همینطور نیست سلامت باشید یک جان تشکر من با شما زنده هستم من میدونم هر نعره میزنم هر حرفی میزنم در کجای در کدام منبری نباشم من میدونم ما راکت نداریم آرمی بزرگایم نداریم من میدونم که من ملتی با ننگ ناموس دارم پشت پناه من ملتی همین بزرگ خب من مرحمت اگر تکلیف پیشنهادها باشد از سالار کدامی که اگر یگان باید داشته باشد ما آماده هستیم باید هر یک فردی باور و ناموس بهر آینده کشور چخیلی که حضرت بیدیل گفته است امروز باید مهنت کند زیرا میگوید که هر جلوه که میبینی گردش به قفا بینگر فردایی این دنیا بدینه نمیباشد سلامت باشید چند درخت شناده همی حاضر خدا چیکار میکنی گوش کن هر کس باید هر یک فرد خودش را سوال کرد که چی خدمت کرد چیکار کرد برای آبادی وطن پیشرفتی برای چیکار کرد چی خدمت کرد چند درخت شناندی من مدیر بخش تنظیم عنعنه و جشن مراسم های نوحه همدانی من در زمینی که در حوالی دارم و یک زمینی چی گرفتگیم 300 درخت شناندگیم میسنجیم مرحمت مرحمت سلامت باشید 300 درخت شنانده باشد رحمتی کلام نهال شناندن نگم کاری ثواب است مردم کاری ثواب است این معنا را او را نداره که اهل زیاد